نماینده دادستانی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب کرده است که چهره‌های معروف و سیاستمداران پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمان غصب قدرت بازداشت شدند به سالهای طولانی زندان محکوم شوند. به اطلاع منابع رادیو آزادی طلب دادستان 8 ینور در مرافعه صدا داده است. همکارم کیومر سیاتا موضوع را پیگیری کرده. برای شرح بیشتر با ماست. کیومر سلام، لطفاً بگویید که دادستان برای چهره‌های شناخته چند سالی زندان طلب کرده است؟ دادستان برای سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 30 سالی زندان طلب کرده است. مطابق قانونگذاری تاجیکستان 30 سال این بلندترین جزا است و بعد آن شخص گناهکار را تنها به حبس ابد محکوم می‌کنند. نماینده دادستانی برای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال حبس طلب کرده است. همین طور دادستانی از دادگاه خواسته است که اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی، عبدالفیض عطایی سردار پیشینی ریاست وزارت کارهای خارجی و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات را برای 23 سال روانه زندان کند. به اطلاع دریافتی ما بعد از طلب دادستان دادرس تنفس اعلان کرده است تا وکیلان مدافع و خود گمانبران پرونده برای ارائه سخن آخرین در دادگاه آماده شوند. دادستان همچنین خواهان آن شده است که نورامین غنیزاده و جمشید بایوف دو سرهنگ بازنشسته امنیت 26 سالی زندانی شوند. بله. کیومرس، واکنش نزدیکان این افراد به طلب دادستان چی است؟ آنها چی گفتند؟ مومن، متاسفانه طور خودتون هم میدانید پیوندان چهره‌های بازداشت شده نمیخواهند آشکارا در این باره صحبت کنند و تا این وقت هم آنها هیچ سخنی نگفتند. تنها خویشاوند یکی از چهره‌های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ینور به رادیو آزادی گفت که طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. نزدیکان گمانبران را دوام 2 ماه بررسی پرونده به تالار دادگاه راه ندادند و وکیلان مدافع هم از صحبت در این باره خودداری میکنند. برای همین جزئیات بسیار کم از مرافعه بر رسانه ها راه می‌یابد. خود گمانبران در این پرونده معروف در آخرین ماه دکمبر سال گذشته اتهام خیانت به دولت را رد کرده و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بازداشت این افراد در ماه ایون سال 2024 بعد از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. بررسی پرونده 14 نوامبر سال 2024 سر شد و بعد از سخن آخرین گمازدها دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی می رود، ولی فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار خواهد شد. تشکر کیومرس. یادآور می‌شویم که بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال گذشته آغاز شد و حالا ظاهراً به مرحله نهایی رسیده است.